مکالمه کامل انگلیسی در یک جلسه. بله همون. خب میشه واقعا؟ آره امکان پذیر هستش. انگلیسی چیزی بلدی صحبت کنی؟ یس چی میشه؟ چی؟ یس. خب هنوز که یادم ندادین که اول بعد یادم شما معلمین. خب نه میدونم من معلم هستم. What is your name؟ چی؟ پرسیدم اسم شما چیه؟ من؟ بله. پدرام. انگلیسیشو ولی نمیدونم. انگلیسی چیو؟ پدرام. ایراد نداره. خب حالا همینطوری باید چشماتو ببندی خب و تمرکز کنی و همینجوری رگباری انگلیسی صحبت کنی. الان فکر کن، تمرکز کن، چشماتو ببند، شغل کن خودتو. همین الان بگم؟ آره چشماتو ببند. راجب چی بگم؟ هر چی دوست داری. هر چی خواستم؟ هر چی خواستی. الان نمیاد هیچی، ببخشید. یه ذره فکر کن، به یه کلمه انگلیسی فکر کن. یه کلمه انگلیسی بگو. هیچی بلد نیستی؟ خانم که یادم ندادین که بعد اول یادم بدین. نه میدونم باید تو یک جلسه صحبت کنی، متوجهی؟ باید تو یک جلسه صحبت کنی. الان چشماتو ببند دوباره. بگو یک کلمه، یه جمله به من بگو. خب الان خیلی چی نمیاد. خب مگه دست خودته؟ من سرسخت تر از توهاشو به راه آوردم حرف زدن. ابله عوضی. حالا یه جلسه من خیلی عجله ندارم، 2-3 جلسه. الان حرف مف نزن. خب تو این کیف 5 بوکس هست، شلاق چرمی هست، شوکر هست، تناب هست. خودت باید انتخاب کنی. تو یه جلسه باید حرف بزنی. نه من آخه سعی دارم میکنم تو چی؟ هیچی نمیاد. چی؟ باید قبلا فکرشو میکردی. به من ربطی نداره. اگه میخوای طلوع فردا رو ببینی باید تو یه جلسه انگلیسی صحبت کنی. من که هیچی به من درس ندادی، من هیچی بلد نیستم. چیزی بلد نیستی؟ اگه چیزی بلد نیستی چجوری تست زبان کنکورتو 75% زدی؟ تقلب کرده بودم به جون شما. ببین وقت زیادی نداری، بهتر دست از مقاومت برداری. در ضمن یه خبری هم بهت بدم. برادر کوچیکت هم پیش ماست. به داداشم چیکار داری؟ این بچه هست اصلا رفتی حرف مف نزن. ولش کن. ببین همسایه بغلیت همینجوری مثل تو بود، منتها خیلی دیر صحبت کرد. زمانی صحبت کرد که من آمپول هوا رو تزریق کرده بودم. خب من پشیمون شدم. من اصلا نمیخوام یاد بگیرم، شما برین. من برم؟ بله. من از اینجا میرم. خب در رو قفل میکنم، ولی دنبال نشتی گاز نگرد. تا 5 دقیقه دیگه خفه میشی. I hate you crazy man. I will kill you. Shame on you. آها I don't want to learn English. باشه منو حلالم کن. فقط